اینترنت اگه ملی شد، قطع شد، بهتره که این VPN های رایگان و قوی رو بشناسید. وینسکرایب تا حدود 10 گیگ اینترنت رایگان میده، برای اینستاگرام و تلگرام خیلی خوبه. دومیش پروتون VPN، امن و بدون تبلیغ، سرعتش متوسطه ولی قابل اطمینانه. بعدش لنتنه، خیلی ساده است، بیشتر برای رد شدن از فیلترینگه. استریچ که خیلی مواقع جواب میده. و سایفون، وقتی هیچی وصل نمیشه اینو حتما امتحان کن. هیچ VPN رایگانی همیشگی نیست، اگه یکی قطع شد اون یکی رو امتحان کن. نکته مهم که همیشه هم گفتم، هیچ وقت از VPN رایگان استفاده نکنید مگر اینکه مجبور باشید. بچه‌هایی که آیفون دارن حتما فاند آیفونشون رو خاموش کنن که بعد از تموم شدن این ماجراها دستگاهشون به مشکل نخوره. این VPN ها رو دانلود کن و زمانی هم که نیاز بود ازش استفاده کن.